فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری آقای رحیمی از قشم روستای سلخ یا سلخ پرسیدن که خواندن نماز وتر به دنبال نماز عشا درست است یا نه؟ نماز وتر یکی از مهمترین و مؤکدترین نمازهای سنت هست و در برخی از مذاهب مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی تا سرحد وجوبش هم اقوالی وجود دارد و قول راجح در مذهب احناف این است که نماز وتر جز نمازهای واجب هست و بقیه مذاهب نماز وتر را سنت مؤکده می‌دانند. و نماز وتر یک نمازی هست که انسان یعنی اساساً وقتش بعد از نماز عشا شروع می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نمازی رو الله متعال به شما اضافه کرده که نماز وتر است بعد از عشا تا طلوع فجر هست. یا در روایت دیگری که عبدالله ابن عمر روایتش کرده که هر کسی هر مقداری خاص نماز بخواند و اگر ترسید که صبح بشود فلیوتر برکعت، یک رکعت اضافی بخواند یعنی وتر بکند، یک رکعت وتر بخواند که تمام بشود. و این اشاره به این هست که آغاز نماز وتر یعنی وقتش بعد از نماز عشا هست و تا قبل از فجر و با دمیدن فجر دیگه وقت نماز وتر در واقع پایان یافته. اما بحث افضلیت و اولویت این است، در حدیثی هست که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کرده و حدیث صحیح هم هست که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که امیدوار هست و میداند که در آخر شب بیدار می شود نماز شب رو در آخر نماز وتر رو در آخر شب بخواند یعنی قبل از فجر. اما اگر کسی می ترسد اگر من سر شب بعد از نماز عشا و بعد از نمازهای سنت این نماز وتر را نخونم و امید بیداری ندارد و می ترسد که اگر نخوندم شاید قضا بشود و اصلا نتوانم بخوانم، در این صورت بعد از نماز عشا بعد از این سنت ها را میخواند نماز وتر را بخواند. و در روایتی هم تاکید شده که نماز وتر را آخرین نماز خودتون قرار بدهید، یعنی سعی بکنید که آخر وقتی که سنت های بعدی نماز عشا را خوندن یا اگر تونستند قبل از فجر یا بعد از نماز تهجد بخونند این بهترین وقت نماز تهجد نماز وتر.